چی واقع شدند؟ خانه ملاقصرا رو ترک کردند. کودکان دیگه برای درس قرآن به آنجا رفته بودند. همه‌شان در درونند. آقای دکتر. تو چی ها میگویی عبدا؟ بیا رفتیم زودتر. رفتیم آقای دکتر. Уредек, исто, доктор! Даром, пішли до захи! Істо! Бачо, даром, доктор, даром! شرف مدیا تقدیم میکند. شرف مدیا تقدیم میکند. دیلو سختی ها زیاده. من مادرم را پدرم را بسیار دوست می دارم. من مادرم را یک دقیقه به بیرون برو. بخیر است آقای داوود؟ پسرم امروز بچه ها را جواب ده. برای چی آقای داوود؟ چی واقعه؟ در دهه شما خانه رو که در اون کودکان بودن ترک کردن. چی ها میگوید آقای داوود؟ تلفات جانی هم هست؟ با خدا میگن احوالشون خیلی بد است. یک نفر هلاک شده، دیگران زخمی شدن. بفین در دهه سنفی کودکان قرآن خود را ترک کردند. یک کودک مرده است، دیگرانشان زخمی شدند. من به دهه میروم. یلماز با دقت باش. خدیجه بیا. ساده بگویم. فکر کردید که از من با آسانی خلاص میشوید؟ مرا در نزد مردم شرمنده کردی. همش از بینیت میبرارم. فهمیدی؟ از بینیت میبرارم. بره دورم. ساده نبین. بره دورم. بره یاری دیامنی ترانی آچامن دیامنی خدا خودش تو را نجات بده. وقتا که خدا شفا دهد. کنی بیا
پدر و مادرت رو دیدن میخواهند. ایستید آخر، شما هم از خواطر نشوید. دکتر همش رو تمام نمیکند. انا خودش برآمد. انا ببینید. خدا شما راضی باشد آقای دکتر. از شما هم خدا راضی باشد. از شما هم آقای دکتر. یک دقیقه آخر از دوی دکتر نگیرید. یعنی یک طرف ایستید. خواطر نشوید. انشالله همه اشون صحت میشود. ادا کنی اینها رو پراکنده کن. برای نجات کودکان شما تلاش میکنند. خواطر نشوید. همه اشون صحت میشود. یک طرف ایستید. رئیس پدر و مادر پسرکی هلاک شده در چه حال میشدن؟ بیچاره ها ناله و فیغان دارن. ها انشالله دیگر یگان کودک نمیمورد. تو چی ها میگویی؟ کنی راه کرد؟ گپ های نقصد رو یک طرف کدار؟ دهانت شمال برد. اکنون چی کار میکنی طاهر؟ احوال 4 نفر کودکان خیلی وزین است. در بین آنها عمر هم است. عمر به من امانتی یلمز است. اگر با او یگان چیز شود من چی کار میکنم؟ زینب در چنین احوال فکری رفتن را کردن نمیتوانم. خاموش. اکنی خود صدایت رو نبرا. روید به ما دست نرسونید. چه خیلکه از این پس تو زنی من میشوی. پدرت رو به من بخشید. اگر شما چی ها میگوید؟ این خشتانش ممکن نیست. و خدا پدرت رو به من بخشید میگویم. سعدیهت من را سعدیهت. مادر جان چی شد آیشه؟ شما به من گفتید که بدم لباسای تازه برم. من بردم. خیر در راه همون چوپانی پیشی نمان هست کو اکینی هود. دخترم زودتر گپ زن چی شده هست؟ از دستم داشت. ما رو با خودش بردنی شد. ای به ناموسی رزیل. خدایا توبه. اگر پدرت فهمد رو میکشد. میگوید که پدرت رو به من بخشید تو زنی من میشوی. دخترم این چه گپ است؟ به خدا این به ناموس تماما نخواست رو خورده است. حاضر با پدرت میگویم سزای او رو میدهد. چی گپ است؟ چه شده است؟ شما میدونید که چیکار کرده. دیگر آدم نیافتید که آیشه رو به نهال بخشیدید. آیزان تو چی ها میگویی؟ کدام نهال؟ چه خیل بخشیدن؟ پدر چوپانم و نهاد گفت که شما من رو به او بخشیده اید. با دختری من گپ پرداخته است. آی بیناموسی نامرد. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. کنی پیسرم نوش زود شفا میابی. کنی نوش پیسرم نوش صحت میشوی. نیرویت طبیب زن داد. پدر شما به طاهر باور نکرده باز از دیگران هم کمک میجوید. این چیز میتواند حیاتی بیمار را در خطر گذارد. شاید برای همین داروهای گذرانده هم به دمیر تاثیر نمیکند. آخر من از تو دادم فکر کردم که فایدهش میکند. پدر برات رو یابم گفته قریب دمیر رو میکشتید. کی من برقصد کردم ها؟ آخر خودت میدونی که من یک درد دارم. آن هم برات است. یک طرفیست. تو اینجاییست. همین که شوهرت به هوش آمد منو خبر کن. مینش آقای حمید احوالش چطور است؟ بهتر شده ایستاده است. به نزدیکی به هوش میاد زینب. چی کار کردنمون رو نمیدانیم. دست و پایمون بسته شده است. رفته هم نمیتوانیم. وای 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 وای. یعنی همین طور ها؟ از جایت نجم میگویم. جنابی سبا التماس مرا رها کنید. من با یلمز خانه دار شدم. تو را رها کنم ها؟ احمق تو را در کوه میکشتن. من نجات دادم. تو باشی مرا شرمنده کردی.
فکر کردی که این کارت به جزا میموند ها؟ اکنون خودم تو رو میکشم صد باری میبینی. علامتو یلمازت هم نقشه دارم تو خواطر نشو. علامتو یلماز ای یلمازت از سرت بلند. عمر چه حال دارد؟ وی زخمی شده است اما حالت خوب است. یلماز دخترم در کجاست؟ عمر چه حال دارد؟ دیلا آروم شو. کودک‌ها رو در جای دیگر معالجه کرده ایستاده ایم. مرا زود به نزدیک ببر. بیا زودتر. آدمان سینان در دهند. اگر تو را بینند چی عمر؟ آدمان سینان مرا به نزدیک عمر ببر. زودتر رفتیم. سیمان بیاید. انا اینجاست. در اینجایم. پدری کودک بود سینان. خدا صبر جمیل دهد. تشکر برادر، تشکر. برادران میدانید برای چی درس قرآن را هدف قرار دادم؟ چون که دولت فهمید که این کاری خیر را من تشکیل کردم. اگر من دشمن باشم کتاب قرآن با آنها چی ضرر رسانده است؟ اکنون فهمیدید که دشمنتان دولت است، نه اینکه من. دولت زبانتان را نمیخواهد، دینتان را نمیخواهد. هرچی به فایده شما باشد دولت نمیخواهد. باور کنید سینان راست میگوید. ببینید همان بمبای ترکیده هم مالی دولت است. بله، مگر سربازان به ده در آمده خیراریای تشکیلات را نکشته بود؟ همه‌شان تسلیم شده بودند کو. آنها را برای چی پراندند؟ ها؟ برای چی؟ در پیش چشم آنها را کشتند. همینطور نه؟ برادران، دوست را از دشمن فرق کنید. ما همه وقت برای خوبی شما جنگیده ایم. اگر ذره ناموس داشته باشید با ما همراه میشوید. بچه ها را به کوه فرستید. دینمان، ملتمان رها می‌یابد. وگرنه اینها ما را از دینمان هم جدا میکنند. راست میگوید. میآییم سینان، با خدا میآییم. سینان حق است. برای این دعوا جانمان را قربان میکنیم. بعد از غروب هم از ما را در خرابزار انتظام میشوم. خانه این کودکی بیگناه در زمین نمیماند. کنی رفتیم شه بچه ها. دادرکم عمر جان. عمر اگر با تو حادثه روی میداد من نمیدونم چه زندگی میکردم. چشمانت رو کشو. بین اکت آمده است. اکا شماید؟ دادرکم این منم عمر جان. دادرکم من در نزدت هستم. احتیاط کن یلماز، او رو بسیار نجنبون. یلماز تو باید به اینجا نمی آمدی. وقتی که خبردار شدم طاقت کردن نتوانستم. سینان و آدم‌هاش در دهند. هنگامی با اینجا اومدنمون آنها رو در راه بخوردیم. باز نخست به اینجا نآیند. زینب راست میگوید. من نظارت میکنم. از آنها همه کار انتظار شدن ممکن. دادرکم خیر، جایش جنت شود. سینان به جنازه نمی روی؟ تو رو و من جای کودکان زخمی را نشان ده. آنها را خبر گرفتن میخواهم. راست رو انباری کوه را میبینی. کودکان در همان جا شد. میلش تو رو ینگای برفین با خلای زیلال گفتند که شما معلم شده اید. این راست است اکا؟ بله عمر جان راست است. مرا هم به مکتب برید اکا. مرا خودتون آموزانید. تو اول صحت شو بعد به مکتب هم میروی عمر جان. میلش
کودکان اینقدر به ما احتیاج دارن. چیکار ما از اینجا میرویم؟ بله درست، اما به خاطر زنده ماندنت مجبوریم رویم. سینان کنی زود باشید. خوب شده است. سینان میوید و اینجا نزدیک میشم. از اینجا روحی برآمد نیست. یلماز شود با این طرف. زودتر یلماز. این بابا باید پشت. زودتر. واه 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 واه، این کودکان حیف شدند. کودکان چه حال دارند دکتر؟ تو برای چی آمدی سینان؟ من برای دیدن کودکان آمدم. خواستی نتیجه این کارت را ببینی؟ توبه دکتر، این کار را من نکردم، تشکیلات هم نکرده است. این کاری دولت است. دولت برای چی کودکان رو میکشته است؟ باز چند بار فهمانم، دولت دشمنی شماست. شما را دیدن نمیخواهد، شما را بیگانه میحسابد. همه این ناحقی ها را به شما روا میبیند. اول درسی قرآن را تشکیل کردی، بدتر کندی. باز دولت گناهکار بوده است. این به کارهای تشکیلات مانند است. ما اکنون این ساختکاری هایتان را درک کردیم، دیگر این نیرنگ هایتان نمیگذرد. به خدا چه به شما گویی، چه به گوش خرخانی. این دکتر آدمی دولت است. کنی از او پرسید، دولت یکون کار نکرده است، به همش تشکیلات گناهکار است. البته شما هم یک روز روی حقیقی دولت را میفهمید، بعد جواب این ناحقی را از او میپرسید. در اینجا کسی بغیر از تو ناحقی نمی کند. اگر تو نباشی همه آرامانه زندگی می کند. میلش، این فکر شما البته همش معلوم می شود، سراسمش لازم نیست. آهسته 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 آهسته. این کیست؟ اوی برادر. یک مرد دیخان در وقت ترکش از نزد آن خانه میگذشته است، زخم دار شد. اوی برادر، به تو میگویم. اوی برادر، مرا نمیشنوی؟ این سینان، او بیهوش است، تو را نمیشنود. خوب خدا به همشان شفا دهد. کنی راه گردید. رفتیم انا برای رها یافتنت به تو یک فرصت. دست ما را بخون آلوده نکن. خودت را کش، هم تو خلاص بشوی هم من. کنی گیر ها جونکم گیر. کنی خودت رو کش. کنی تو هم آدم ساده ای ها؟ فکر کردی که از من همین طور به آسانی رها میابی؟ زنی من نشدی، اکنون مال همه مردان میشوی. تو را به یک فاحشه خانه فروختم. از این پس تو بازیچه دستی بای بچه های شهر میشوی. همین میگویی تو رو آمدن میبرند خانوم. نجم عمر جان، وقتی رفتنی من هم شد. اکا مرا هم برید. میلش، همین که صحت شدی آمده تو رو هم میبرم. تو اول صحت شو میلش.
یلماز رفتیم. خاله زلال میدونم آنها به من امانت. دادرم را خوب نگاه کن طاهر. خاطر نشو یلماز. زینب روزی البته به دیه برمیگردی. انشالله یلماز. بیا پسرم من تو را تو برآمدی دیه برم. بیا محمد نقطه بیرویم طاهر. راست میگویی زینب. شاید امیر به خود آمده باشد. خواهش چی میخورید آقای رافع؟ ای ابلهی بیشرف، تو برای چی به دختر من دست دراز کردی؟ به ناموسی نامرد. به خدایت آقای رافع، با من آدم بری گز نیست. به خدا شما را میسوزانم. حاضر رفته به حامد میگویم که پسرت را رافع کشته است و من شاهد هستم. شما را نیست میکند. یا دخترتان را با من میدهید یا من به نزد حامد میرم. خیر شد به حامد نگوی. آیشه را به تو میدهم. این طور باشد رفته بیارید. آخر این طور نمیشود. دختر تو را نمیخواهد. شاید زید برایت. شب در اینجا انتظار شو. او را فریب کرده میارم، بعد گرفته میبری. لیکن دانسته باشید این آخرین بار است. اگر دختر را نآورید از خودتان خفه شوید. ابله دمیر گپ زن آخر. زودتر کی بودنی برات رو گوی تا حامد حبس نشود. من آرامی ندارم. طاهر مادر جانم. طاهر او چیزی میگوید. اینجا کجاست؟ تو در نقطه طبی هستی. دکتر این منم دمیر منم. برات هستی؟ تو برات هستی؟ نه اکای دمیر چی خیل برات؟ او دکتر طاهر است. نه تو نمیدونی. او پسر زلال. شد اکای دمیر اتون خاموش استید. التماس با کسی این رو نگوید. همین که سیاست شده بعد صحبت میکنیم. اما که حامد در کجایند؟ التماس اکای دمیر با پدرم نگوید. میگویم. باید گویم. اما که حامد. دمیر احوالت خوب است دمیر؟ صحت شدی؟ خدا را شکر. خود صحت شدی. گپ زن پسرم. کنی پسرم برات کیست؟ به من گوی. کنی گپ زن پسرم. به من فهمم که برات کیست. کنی گپ زن. پدر مجبور نکنید، باید کمی به خود بیاید. ایستو داماد، ایستو صبر کن. برات کیست؟ کنی گپ زن پسرم. کنی قربانت شوم. گپ زن. برات کیست؟ گوی آخر. کنی گوی. و این دکتر میگوید پسرم تو این رو یک بار بین. کنی داماد؟ با فکرم این داروها با وی فایده نمی کنند. التماس پدر شما با بیرون برایید. شما پدر به خود روید. که بودنی برات رو فهمم. رفتیم پدر. ما رفتیم. زورو تو هم بیا. دخترم برای چی شوهرت مرا با بیرون برآورد؟ گویا در درون من با او خلل میرسانده باشم. پدر این با فایده دمیر و دل شماست. برای همین طور چنین کرد. یا تو آخه تو به کجا میروی؟ در نزد شوهرت است. با هوش که آمد و من خبر میدی. من شوهرم این چیل زنه؟ پدر تو برای چی به اینجا آمدی؟ ها زلال؟ یا اینکه برای دمیر را کشتن آمدی؟ از دست تو می آید. پدر کسی به دمیر ضرر نمیرساند. آخر من در همین جویم. برات رو میابم. بیایید پدر. من رو میابم.
با پدرت چیکار میکنیم دخترم؟ نمیدونم خالای زلال. دمیر کمی پیشتر به هوش آمد. با پدرم گفتم میخواست. خدا رو شکر که وقتی که پدرم اومدن باز از هوش رفت. اکنون چیکار میکنیم؟ شما رفتن نتوانستید. سخت میترسم. با دمیر گپ زن دخترم. گویی که به کسی سیر رو نکشویم. گپ زدم. گفتم که با پدرم نگوی، اما با من گوش نمی کند. زینب او رو تنها گلی راضی کرده میتواند. راست میگید خاله جان، رفتیم. آیشه این رو با پدرت بر دخترم. مایلش مادر جان. ینگه نبای باید با شما گپ زنم. چی شده است؟ کسی باید نشونه بگرد. چی واقعی؟ رفتیم. بیایید. این ابله مرا انتظار است. من چی کار کنم؟ پدر آیشه خواطر نشو دخترم. تو را با اون احمق نمیدهم. از اونی که دخترم رو دهم خوبش رفته اون ابله رو نیست میکنم. این کار را با آخر میرسونم. ای خدا، این چیز به عقلی کس روز نمی آید. کی میدونست که دامادمون همون برات است؟ ای خدا، چیکار میکنه؟ گویی یا کاری کنیم که این دعوا فرزندانمان را بدبخت نکنم. ینگه با ما کمک میکنید همین طور نیست؟ البته کمک میکنم دخترم، کمک میکنم. علاجش رو میابیم. برفین بفکرم خواب رفته است. آخر حالا بر وقت است. برفین این دختر به کجا رفته باشد؟ آخر این را در اینجا گذاشته به کجا می رود؟ یعنی بیا وقت سفر هم رسید. آی بازگان بیاخری نکنی ها؟ برای تو شوهرهای زیاد یافتم. باز چی میخوایی؟ هم شاهانه زندگی میکنی و هم پول میابی. پول حس منو زدید. حس بگویم منو زدید. نه زدید. اما که امید در کجایم؟ ایستو آرام شو کاردار نشم دکتر. دمیر من از این کاری میروم. خواهش میکنم براسم ده دمیر آرام شو. و من کاردار نشم. تو چی کار کردی دمیر؟ دمیر خوب هستی دمیر؟ اما که امید در کجایم؟ در خونه. من حاضر جیغ میزنم. دا زودتر جیغ زن. دمیر تو زیاد نشد، تو بیماری. تو دشمنمان هستی. دمیر چی شد زهرا؟ دمیر به هوش آمد. رفت آقای حامید رو جیغ زنم. ایست دخترم. خانه جان دست نرسا. تو دشمنم هستی. شکر که صحت شده ای دمیر. تشکر. برای صحت شدن دمیر همه کار را کردی. خدا از تو راضی باشد. ینگه گلی این برات است. خیر چی شده است؟
بگذار برات باشد. مهمش تو رو نجات داد. آخر میدونید گوش کن دمیر، اگر برات بودنش را به حامد گویی، حامد او را میکشد. حامد را باشد برای آدم کشیش حبس میکنند. برای همین اگر درباره برات یگان چیز گفتی تو را نمیبخشم، دانسته باش. آقای رافع، دخترتون کجاست؟ زنده ماندن برای تو حرام است بی‌ناموس. ایستید آقای رافع، ایستید، نپرونید. آقای رافع، آقای رافع، با شما چی شد؟ این برای هممون خوب است دمیر. دیگر چون وای 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 وای، صحت شده ای شیر بچه من دمیر جانم، به خدا صحت شده ای. خدا را شکر که صحت شده ای. آفرین. صحت شدی دمیر؟ خوب است تو لیکن به قوت است. ینگه یک دقیقه صبر کنید. ایستی پسرم، کنی به من گوی این برات کیست؟ ها کنی گبزم پسرم. برات؟ ها برات. پیش از آمدن در تلفن با من گفتی که روی افتم. گبزن. او چرا با من نگاه کرده میستی؟ کنی گبزن؟ اما که امید به خاطرم نمی آید، به یاد آورده نمی توانم. چکل به خاطرت نمی آید؟ تاخی خدا زنگ داده گفته که برات نیافتم. یکان چیز را به یاد آورده نمی توانم. احمق، تو با من بازی میکنی. کنی گوی برات کیست؟ پدر، دمیر رفتی دستش آسیب دیده است. شاید خاطرش گم شده است. چکل خاطرش گم شده است؟ دکتر گوش کن پسرم، با فکرم تو مرا نفهم. دکتر آقای رافع، با شما چی شد؟ با فکرم سکته دل شده است. مامک جون نمیدانم، یکان چیز رو به یاد آورده نمیدانم. بیایید آقا جایی مستان نرسانیدی که مستان. آقا آخر چی شد با شما؟ اویستا همه تون با بیرون بروید. خواطر نشوید بروید. مامک السلام علیکم. سلام علیکم. اسکا او را به یکی از جایهای اندازگیریتان برده فروشه. پولاش را باشد از نام من به تشکیلات همراه کنید. خوب شد از جناب سبا. من سبا، من یگان بدی به من کرده را به جواب نمیگذارم. تو مرا در ده شرمنده کردی، من تو را در تمام دنیا شرمنده میکنم. گیره این دختر زنی من نشد، بگذار زنی مردم شود. بره دورا خواطر نشوه جناب سبا، ما کار ما را خوب میدونیم. مالش نکنه دورا. دل من هونکا بچاوه من هاگر کتیا دل من هویت بچاوه من. سینا کماندان، آنها آمدن. کنی خیزید. آها خوش آمدید. وای خوب، خیلی خوب. برای با شما همراه شدن آمدیم سینا کماندان. بهترین کارو کردید شیر بچه ها. صفا برادران را در بین خود جا کنید. بیایید از پس من. خیلی خوب. نقشه نو به کار آمد سینا. حاصلش خوب می نماید. ایتین کنی تلفن رو با من ده. کی باشد؟ گوش میکنم جنابی سبا. من برفین را دستگیر کردم.
نوبت توست. یلماز در دهه کوجلی است. معلمی را سر کرده است. اکنون آن طرفش را خودتون بینید. مادامی که به خانه شما آماده باشد این دختر به کجا رفته؟ خاطر نشو. شاید از پسی تو او هم به ده رفته باشد. شاید رفته باشد. پسرم سرواسی ما نشو. کمی استراحت کن. خسته شده ای. سحر رفته ده رو میبینی. کنی بیا پسرم. این بلایی به سرمون آمده را بینیده. خوب دختر. احوالی رافی خوب است پسرم؟ شما پگو سر بخونه. خدا را شکر که همش به خوبی انجامید. خدا را شکر که خوبند. خدا را شکر. خدا خواهد پگو به خانه می رود. بیا کنگ رفتیم دخترم. بیا خیز دمیر رفتیم. گوش کن دمیر تو کی به خاطرت میاری؟ دکتر خاطره او کی بر میگردد؟ با او فشار نهارید. رفتیم پدر رفتیم. مایلش رفتیم دخترم رفتیم. پسرم این دعوا ما را به چه حال آورد؟ به احوالمون نگر. جانی تو در خطر. خدیجه هم در خاک سیاه. برفین باشم نمیدونم در کجاست. چه حال داشته باشد؟ خدا این چی روز است؟ زیخ نشید مادر جان همش میگذرد. با خواست خدا یک روز همه امان یک جا میشه. دختر صدایت رو نبرار. احمق. ایستو نگوریست جایتیست. نگوریست بگویم ایستو. جایتیست بگویم. نزدیک نشوید. خودم رو میبردویم. پدر ما اومده. خاموش. برفین آمد آقای داود. نه پسرم. اگر خواهی رفته خانه رو بین شاید برگشته است. ایتین صفا کنید زود پراکنده شوید. آن سگ بچه را کافته یابید. زودتر باشید. زود باشید.
اکنون حاجتی از دیه رفتن هم نیست مادر جان. تو باوری داری پسرم؟ حمید یک علاج کرده، از دمیر حقیقت رو میفهمد. نه مادر، نمیفهمد. اگر گوید چی؟ مادرت راست میگوید. پیش از اون که برات بودنت رو فهمند، بیا از این دیه میرویم تویر. وای وای، اینها چی میگویم؟ برات داماد خودم نبوده است کو؟ طارق، يا سادة، نحن مضطرين نتحرك بشكل حذر أكثر من قبل. الخطوات اللي عملناها والقرارات اللي اتخذناها في احتمال أنه تنكشف عن قريب كتير. يعني أنا حاسس أنه في حدا بيناتنا عم يشتغل مع الحكومة ويوصل لهم الأخبار أول بأول. نحن إذا عدنا النظر باللي عم بيصير حالياً رح نوصل لنفس النتيجة اللي أنت وصلت لها. خططنا الكتيرة لتطوير القضية ومظاهراتنا اللي كنا مخططين لها أغلبها عم تنكشف قبل ما تتنفذ. صرنا كلنا عم نشوف كوابيس، يعني مو بس أنت اللي متضايق من هذا الموضوع. اللي عم بيصير بهالوقت بالذات إنه قوة الحق والعدالة والديمقراطية والتحضر وحرية التعبير هي عم تكون بالمقام الأول لبعض المنظرين، واللي ما كانوا عم يقدروا يقولوا إنه نحن كراد عم يطالبوا بحقوقهم مثل الكل. يعني نحن يلي كنا السبب بهالشي. من زمان وأنا عم اتناقش معكم بهالمواضيع الخطيرة. يعني الشعب هلأ مو مثل ما كان، وحتى الحكومة ما عادت هي الحكومة اللي كنا مسيطرين عليها. نحن هلأ عم نتعرض لخسارات كبيرة، وهالشي عم يتكرر يوم ورا يوم. الشعب صار يآمن بالتنظيم، ومين بيعرف ايمت ممكن ينقلبوا علينا. لازم ننتبه، بجوز يجي يوم وتصير قوتنا كلها بلا معنى قدام اللي بده يصير. هلأ ما فينا نسكت الناس اللي كنا مسكتينهم. يعني باختصار لازم ما نسمح للدولة تحكي عن حقوق الإنسان والديمقراطية ونمنعهم من أي نشاط بهالمجال تحديداً. لازم نوقف بوشهم ونعمل حملات دعائية كبيرة ضد الحكومة وضد كل الأحزاب اللي معها. نحن اللي رجعنا الإرهاب للمنطقة وخلينا الوضع غير مستقر تحت اسم المطالبة بالحقوق الكردية، والشعب مو مستوعب إنه نحن عم نستغله. بس أهل منطقة الجبل والضيعة اللي حواليه بلشوا يصحوا شوي على اللي عم يصير معهم. يعني في منهم بلش يستفسر ويحب يعرف كل شي بالتفصيل، وما لازم نخليهم يفهموا كل شي لأنه العواقب وخيمة. أنا بوافقك بهالحكي، وبرأيي نفكر بحل سريع. يعني ممكن هلأ نلتفت للإعلام شوي لأنه هو الحلقة الأقوى، وطبعا لازم ما نبين أبدا أنه نحن عم نعاني من مشاكل أو في شي عم يوقف بطريقنا. من زمان كانت القيادات بتعتمد على القوة والعنف، وكانت بعيدة تماما عن الشعب بشكل عام. أما بالوقت فعم يحاولوا يعملوا علاقات قوية مع الشعب، وهذا هو الخطر اللي ممكن انه يأثر علينا ويسبب لنا مشكلة من الصعب كتير حلها، خصوصا إذا تحسنت العلاقة مع الشعب. مشان هيك لازم نكثف عمليات الإرهاب بما فيها قتل الأطفال والنساء، ونشر الخبر بوسائل الإعلام على إنه الحكومة هي المسؤول المباشر. نحن اللي رجعنا الإرهاب للمنطقة وخلينا الوضع غير مستقر تحت اسم المطالبة بالحقوق الكردية، والشعب مو مستوعب إنه نحن عم نستغله. بس أهل منطقة الجبل والضيعة اللي حواليه بلشوا يصحوا شوي على اللي عم يصير معهم. يعني في منهم بلش يستفسر ويحب يعرف كل شي بالتفصيل، وما لازم نخليهم يفهموا كل شي لأنه العواقب وخيمة. أنا بوافقك بهالحكي، وبرأيي نفكر بحل سريع. يعني ممكن هلأ نلتفت للإعلام شوي لأنه هو الحلقة الأقوى، وطبعا لازم ما نبين أبدا أنه نحن عم نعاني من مشاكل أو في شي عم يوقف بطريقنا. من زمان كانت القيادات بتعتمد على القوة والعنف، وكانت بعيدة تماما عن الشعب بشكل عام. أما بالوقت فعم يحاولوا يعملوا علاقات قوية مع الشعب، وهذا هو الخطر اللي ممكن انه يأثر علينا ويسبب لنا مشكلة من الصعب كتير حلها، خصوصا إذا تحسنت العلاقة مع الشعب. مشان هيك لازم نكثف عمليات الإرهاب بما فيها قتل الأطفال والنساء، ونشر الخبر بوسائل الإعلام على إنه الحكومة هي المسؤول المباشر. الانتخابات قريبة، الحزب بوضع ضعيف، وإذا ما اتخذنا إجراءات سريعة
يمكن إنه ما نقدر ننشر سيطرتنا حتى على الضيعة الصغيرة المنتشرة. كلنا فهمانين المشروع الجديد للحكومة. حاليا الحكومة عم تزور أهالي الشباب اللي انتسبوا للتنظيم وعم تحاول إقناعهم مشان يرجعوا أولادهم من الجبل، بوعود من أهمها إنه رح يعفوا عنهم ورح يتعاملوا معهم بطريقة طبيعية ورح يعتبروهم مثل بقية الشعب. يا سادة، هالمخطط ممكن إنه يأثر علينا كتير. سيدي، الولايات الشرقية والولايات الغربية والقيادات الكبيرة كلن مع أنه يبقى هالتنظيم قائم، لأنه عن طريق تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات وعمليات التهريب المستمرة ارتفعت الميزانية 70 مليار ليرة، وطبعا هالمبلغ مو قليل أبدا ضمن هالأزمة الاقتصادية. العالم حاليا مو عايش أزمة اقتصادية، القصة أنه تحول برؤوس الأموال وبس. يعني القرار صار بإيدين المجموعات الاقتصادية القوية. ما بقى فينا نتحمل أكتر. تذكروا التسعينات، حاليا لازم نعمل ضعف يلي كنا عم نعمله بهداك الوقت، مع انه مشاكل زمان كانت اكبر بكتير. تذكروا كيف استفدنا من القضية الكردية وخلينا اكبر الاعضاء الموجودين بالحكومة يتأثروا بشكل مباشر باللي كنا عم نعمله. هلأ لازم نرجع نفس الصورة اللي غابت عنا. لازم نخلي التنظيم يتقابل مع الحركة السياسية ونشرح لهم انه تطبيق الديمقراطية بهالدولة هو شيء صعب كتير، ونذكرهم بالتحالفات العرقية بحيث يحسبوا حساب قوة التحالفات إذا اجتمعت كلها تحت سقف واحد. إذا قدرنا نوقع تركيا بمثل هيك خدعة رح نقدر نحقق شيء كتير كبير ونتائجه رح تكون عظيمة، واللي رح يتأذوا هن الديمقراطيين والجماعات الدينية. معك حق بهالشي. نحن لازم نستغل التطرفات العرقية والمذهبية والانتماءات العلمانية أو غير العلمانية، حتى المتصوفين أو الكفار. المهم إنه نقدر نجمعهم تحت إرادتنا لنحقق أهدافنا كلها، وما بصير هالشي غير بشحن هالانتماءات ضد بعض مشان نقدر نوصل لهدفنا وهو الحرب بيناتهم. آی بیناموس بیشرف. آقای رفیق. امک جان چرا خیلی سری زیلال تو بوده ای ها؟ آقای رفیق قربانتون شما، خواهش میکنم با امید نگویید. آرام شوید، بدیلتان ضرر دارد. آقای رفیق آرام شوید. آرام داشتن نمیتوانه. امک جان التماس با پدرم نکنید. خاموشی استامت را گیر. تو چی در دیده و دانسته با دشمن خونیت خاندار شدی، ما را شرمنده کردی. سرده مرا سرده. آقای امید نگویید. امک جان صبر کنید امک جان، صبر کنید. یک لحظه گوش کنید امک جان. شنید امک جان، التماس امک جان با پدرم نکنید. آقای رفیق سرده گفتم. التماس با شما عصبی شدن ممکن نیست. کمی آرام شوید. دستتان را گیرید. بیناموس چی کار کرد؟ مرا ببخشید آقای رفیق، مجبور شدم که این کارو طاهر رو دار بدرون میبریم. Apa John. Umar? Aka kayme oyed. Aka Yılmaz. Umar. Aka John. Kayme oyed. تبت خیلی بلند است. Aka John. برفین این دختر کجا باید داده باشد؟ البته به خانه خاله زیلال رفته است. نزدیک نشوید، خودم رو میپرتویم. کنی پرتو بینیم. کنی به اینجا بیا، بخلی نکن.
نزدیک نشید سعده چه کار کردی ها؟ اجازه جون میپرونم کمکو کاری کردت رو دیدی؟ کنی پشت راه که رسیدیم به یکون ماشین نشسته میرویم از برای خدا مولد بر ازیشم خراب رو راه گفتم پشت راه یرمز چی شد آقای داماد؟ همسرت را دزدیدند. چی؟ او را دزدیدند؟ بله پسرم، انا این کودک بردنشان را دیده است. تو برفین را دیدی؟ ها من دیدم معلم. کنی پشت را کاری لعنتی سبا است، انیق کاری است. تو چه ها میگویی پسرم؟ بزنی شب هر دور او چیکار دارد؟ سبا دشمنی ماست آقای داوود. اکنون چیکار میکنی؟ چی کار میکردم؟ رفته برفین را نجات میدهند. پسرم ما را ببخشید، از ما راضی باشید آقای داوود. راضیم پسرم، راضیم. یعنی معلم شده است. البته در یک خانه درس میدادند. به ناموس. اون خانه در کجاست؟ خانه در همین نزدیکی هاست سینا. زود باشید. بچین همه جا رو نسکابید. رفتیم بچه ها از پسی من. با من گوش کنید، شما همینجا ایستید. ایتم با من بیا. حالا ای سبله و دستم یافتی. در اینجا نیست. کجا شده است؟ کجا؟ راه گردید، با من بیایید. ابله خواهید با من گوش کنید. رفته اون خواهین را یابید، همه جا را یک به یک از نظر گذرانید. زود باشید، او را یافته بیارید، به او بر نگردید. فهمیدید؟ روید. در اینجا نیستم. با اون طرف نگاه کن. خواب شده است. اول برفین را یافتن لازم. جزای صبر را باشد بعد میدهم. حتین صفا راه گردید میرویم. زودتر از پس من بیایید. اگر یکم بیعقل کنی تو راننده رو میکشم. دانسته باش. بری پشت راه. مرحمت برای. السلام علیکم اکا. و علیکم. من همسرم رو تا شهر میبرید؟ البته بذارید. سلامت باشید اکا. طاهر، اما کم چند ساعت میخوابند؟ نمیدونم. دارو با هر کس هر خیل تاثیر میکند. طاهر، میدونم که تو این کارو کردن نمیخواستی، لیکن برای این کارو کردن مجبور بودی. زیق نشو. پسرم، این آدم تا کی خوب میکند؟ حتما بیدار شده و حامد حقیقت را نقل میکند. با من گوش کنید. حالا که فرصت هست از دیها گریزی. خالای زیبا راست میگویند. کودکانی مجروح رو چطور پرتوفته میروم؟ گوش کن طاهر، فلاکت بزرگی ما رو انتظار است.
اگر پدرم فهمند ما را از هم جدا کرده تو رو میکشند. میفهمی؟ میکشند. التجا میکنم بیا هر چی زودتر از اینجا رویم. آقای طاهر زودتر بیایید. چی شد دیلو؟ عمر، احوال عمر خیلی بد است. حرارتش بلند شده است. زودتر بیایید. با عمر چی شده است طاهر؟ جراحاتش زردوب گرفته است. پس از تازه کردن زخمش دادرم صحت می شود آقای طاهر؟ زیر نشو دیلا، دادرت البته صحت می شود. خدا را شکر. السلام علیکم. خوش آمدی فؤاد. خوش باشی. چه حال دارید آقای فؤاد؟ خوبم تشکر. از واقعه ها خبر دارم. همدردیم را قبول کنید. شما نیز همدردیم را قبول کنید خانم دیلا. تشکر آقای فؤاد. سلامتی چه خیلی است؟ یگان شکایت نداری؟ اگر خواهی یک بار تو را هم معاینه میکنم. شکر، سلامتی هم خوب است. من با عیادت کودکان آمدم. احوال عمر چه خیلی است؟ اگر خواهید او را به بیمارخانه شهر میبرم خانم دیلا. نه فؤاد لازم نیست. عمر انشالله در مدت کوتاه به پا میخیزد. این خیلی باشد خیلی خوب. طاهر خالای زلال در نقطه طبیاند. باید هر چیز زودتر به اونجا رویم. میرویم زینب. دیلا تو در نزدیک کودکان است داروهای عمر رو هم ده. میلش آقای طاهر. فؤاد ما باید هر چیز زودتر به نقطه طبی رویم. تا از پس کارهایت چه توی؟ من کمی دیرتر به دیها همون برمیگردم. خیر تو بازدید. داروهای عمر رو دادنم لازم. این انگشتری در دست شما ایستد خانم لیلا. لیکن آقای فؤاد اگر راضی شوید آن را به انگشتتون پوشید. اگر رد کنید هم بگذار در دستتون نیستد، چون که دیگر کسی نیست که این را با او دهم. بگذار در دستتون. قاتلت رو به جزا نمیمانم پسرم. اگر برات از نزدیکان یا خیش و تبراتان باشد چی؟ اکرامم باشد او را میپرانم مبادا زحمت مردم. زنم مرد دخترت رو میخواهم. اگر گفتم رو ایزو نکنه من با همین چتا مردن پسرش رو میگریم. حامد باید برات رو داند، باید او را کشد، به محبس رود. تا او به محبس نرود من از این بلا خلاصی ندارم. آقای رافی این کار را نکنید. نروید، التماس نروید. آقای رافی از برای خدا یک دم استعداد آقای رافی نروید آقای رافی نروید. رفته است.
همه چیز را نقل میکنند. امید پسرم را میکشند. بیهوده کوشش میکنی، برات رو مرده فکر کن. این شلو اما کم بیدار نمیشوند. پدر؟ من به نقطه تیبی میروم دخترم. بخیر است پدر. بیزار شدم، به خدا طاقتم تاق شد. برای چی؟ آخر دمیر را میگویم، طاقتم تاق شد. کیفیت میشده باشد. دمیر خاطرش را گم کرده است آقای حامد. و خاطرش کی برمیگردد؟ شما اینقدر سراسیمه نشوید. بغیر از صبر کردن علاج دیگر نداریم. ما مجبور هستیم که انتظار شویم. خب فهمیدم، انتظار میشوم. کنی گوی دانماد احوال یکم چخیل است؟ خوب است، خاطر نشوید. بیایید گرفته او را خبر گیریم. پدر آقای حامد اما کم خوبند. میگویم که حاضر اون کس را ناراحت نکنیم. طاهر هم با کودکانی مجروح بند است. همینطور نه طاهر؟ همینطور. همین که آقای رافع بیدار شدن من آن کس را گرفته به خانه ببرم. میلش پسرم، این طور باشد ما همراه زینب به خانه میرویم. میلش برسیم پدر. آخر امک حامد مرا مجبور میکنند که کی بودن این برات را بگویم. من چی کار کنم ینگه گلی؟ خاموش میستی پسرم، چاره دیگر نداریم. همین که گفتی حامد رو میکشد و اویلمون پراکنده میشود. گذر دخترم. یک دمیست دمیر، یک دمیست. حالا هم کی بودن برات را به خاطرت نآورده ای پسرم؟ نه امک حامد. یک دمی جوشین، خوب فکر کن، شاید به خاطرت بیاری. بس کنید حامد، او را مجبور نکنید. آخر حالا هم صحت نشده است. اکای دمیر بهترش رفته کمی استراحت کنید. تو به بالا برو پسرم، من خوراکت را میفرستم، داروهایت را هم میفرستم. یا خدایا، خیلش رو باری اول میبینم. نه خود آدم چیزی میدانستش رو فراموش کند و این چقدر میشود؟ آقای رافع گریختند. قوتم نرسید پسرم. از پسش دویدم اما او رو نیفتم. شد مادر جان، بسیار غم نخورید. چه خیلی غم نخورم پسرم. رفته همش رو به حامد نقل میکنم. از اینجا گریزید پسرم. شما مرا همینجا منتظر شوید. به کجا میروی؟ به نزد آقای حامد. ایستا پسرم، پسرم به اونجا نرم. اگر رافع فهمیده باشد آمده با حامد میگوید دیگر اینجا نیستید، گریخته روید دخترم. دادر دلو بیمار است، همین که صحت شد میرویم. وایلش. اکا چرا شما از جویتان خستید؟ آخر شما بیمارید، برای چی خستید؟ با من بیا، با تو یک گپی مهم دارم حامد. میلش اکا میلش، بیاید به درون گذاریم. شرف مدیا تقدیم میکند.